شام بخیر ینگه؟ برای کار؟ خوش آمدی رحمت. مادرم نیستن؟ در بالو در روی اتاقشون با طبیخی را به خونه آمدن. گفتن که خسته هستم. خوب من یک رفته بینم. مادر؟ بیا در درون خوریم. هوا خنک است. نه هوا خوب است. فریده تو در درون تیار کن، به حضور میخوریم. میز هم کوچک است. شرف هر شب در همین جا میخوردیم. فریده با تو میگویم یک روی نکن. ما رو فریاد کردید. بیا اینجا شین. گوشت را باز کن و با دقت گوش کن. نیشه رو میگوید؟ از این پس با او کاری ندارم. بین هم من برای انتقالی با رفیقی کردم. از این پس رویش رو دیدن نمیخوام. این آواز را شناختی؟ شناختم، اما اصولهای شما رو همه شناسم. کی میدونه چی کار کرده ثبتش کردید؟ هر چی شنیدی همان است. پدری خودت را باور نمی کنی، اما یک بی حیای 5 دیرمه را باور می کنی. آقای میتاد خواهش میکنم عصبی نشو. این را ببینی، شرم نکردم و خوابین میبراید. به طرفی کی؟ به طرفی پدری که او را محافظت میکند. تو را باید در حبسخانه میموندم. آن وقت چی بودنی حیات را میفهمیدی. آقای میتاد خواهش میکنم بیایید به باغچه برویم. من به شما شربت خنک تیار میکنم. بیا کسی نیست، همه در خوری. با من مسخره بازی دارد. دسترخوان تیار شد؟ اول کمی صحبت کنیم. بیا. چی بسیار ضرور است؟ پس از خوراک صحبت میکنیم. شرف التماس، تا چندی که دور میشویم همون قدر حالمون بد میشود. هر چی زودتر صحبت کردن اون رو حل میکنیم. مایلش، لیکن نفهمیدم که کدام موضوع رو حل میکنیم. پینار. فریده خواهش میکنم. در حقیقت نسبتی او پروایی نداری. میخواهم بدونم این چی معنی دارد؟ باری هم فکر کرده که پینار رو دوباره به خانه بیاری و یا برای از من شرم کردنت این رو میکنی؟ فریده سخنهای بیهوده میگویی. من آن زن را از خانه پیش کردم و با همه سوالهای جواب دادم. رفتیم، پدر منتظرند.
مرحمت. این هر دو شیطان میگوید که بیمان چه حالی که داشته باشند ببینن. آقای میتت چنین نگویید. آنها خونی شما هستند، جانی شما هستند، گوشت و ناخن هستید. در کجا خطا کردم؟ زبان اینها کی اینقدر دراز شده است؟ چرا این خیلی یکرو شدن؟ عقل و فهمیشم نمیگیرد. شما یک روی نمودید که تنها همش رو حل میکنید و آنها هم خولگی دیدند. اویلادور می شدید. بالای سرشون مادری می بود. حالت چونین صورت نمی گرفت. خانم جانان شما هستید، با آنها هم گپی کنید. آخیر من هم کوشش کرده ایستادم، اما من تنها خدمتگارم. سخنم تا به جای می رود و خلاص. چندین سال است که تنها زندگی دارم. پس از این چخیل آیله دار شوم؟ سیر به خاطر مادری کردن به فرزندان به شخصی ناشناس آیله برپا کردن نمی شود. به اطراف با چشم آیله داری نظر بکنید. حتما نفری هست که شما را می فهمد، بارتان را سبک می کند، به خانه سعادتمندی می آرد. نینه در اومدی گپ گفتم. آفرین. آقای میتحت شخصی عجیبی هستی. تو بی خنده هم نداشتم. من برای دخترهایتان گفتم عجیب هستی. اوف، یک بار دلگیر شدم. شرف اینجا اینقدر گرم است. بیا رفته در بیرون نشینیم. بیا در تلویزیون فیلم خوب است، بعد میبرویم. چی فیلم بود شرف؟ بیا اینجا نشینیم. یک آواز تو هم شنیدی؟ ایستا بعد میبینم. شرف؟ هیچ چیز نیست، گربه بوده است. بیایید پدر. آمدم. پدر اینقدر گرم است؟ زمستان زمستانیش رو میکنه، تابستان تابستانیش رو پسرم. والله راست میگوید پدر. تمام تابستان اگر همین خیلی شود قبلا میسوزیم. با همه شما بخیر. شام بخیر. خوش آمدی امیر. بیا بذار پسرم. گرسنه هستی؟ نه پدر، من خورو خوردم، تشکر. طبعت خیلی بالیده است؟ امروز با یاسمان به مرکزی اخلینی کار رفتیم. خیلی خوب. تاریخی روز رو هم گرفتید؟ 31 ایول کارها را آغاز کردم. بعضی حجت ها لازم است، سند سلامتی، رسم و دیگر حجت ها. اکنون آمادگی دیده ایستاده‌ایم. قدم مهم رو مونده پسرم. انشالله آخرش هم بخیر می شود. انشالله. با شما همچنین شده بود؟ از حاضر هیجان زیر کرده است. بعد چی می شود؟ امیر این روزای خوب است. حالا دار که شدی آن وقت هیجان سر می شود. حال ما رو نمی بینی؟ راستی چگونه پدر؟ از عهده این کار می برویم. در دستمون هیچ چیز نداریم. شما ویله‌دار شوید، با برکتش می آید. خداوند به خانه ساز و ویله‌دار شونده کمک میکنه. غم مخور پسرم. مادرم کجا هستند؟ مادرم خسته شدند. من رفته ببینم.
مادر با شما چی شد؟ بهتر شدید؟ بیا پسرم. مادر امیر آمد. در جیبش خیلی خبرهای زیبا آورد. چی خبر بوده است؟ امیر با یاسمان برای نکاح مراجعت نمودند. خدا بختشان دهد. انشاءالله. انشاءالله مادر. مادر امروز شما به خانه لیلا رفتید؟ برای همین از من میگریزید؟ در اصل از من پنهان میشوید. زبانتان نمیشود که به من آن سخنان را بگویید. مادر من احتیاج به سخنهای شما دارم. خواهش میکنم مادر بگویید روزه با لیلا در میز عقد نکاح نشستن نصیب میکند یا نمیکند؟ تو اون زن را فراموش بکن. فراموش بکن. مایلش مادر جان. از اون زن به تو خیری نیست. دیگر مرا به سخن ندرار. مادر جان غم نخورید، گریه نکنید. تمام مادر جان فهمید. این رو بینا با من مسخره بازی دارد.
من چیکار میکنم؟ چیکار میکنی؟ حاضر خوب میکنم. ما رفته آب نوشیده آیم. اگر خواهی من میارم. نه من خودم. کی است در آنجا؟ کی است در آنجا؟ کی هستی؟ جواب ده. مرا در این سوراخی موش جو کردن، خودشون در جای گرم خوابند. چه خیلی عالی. از همه‌تون نفرت دارم. اوف. پدرم، این پدری من است. پدرم فریده را آغوش گرفته است.
ба ҷои ман ӯро оғӯш гирифтааст. хонум, хоҳиш мекунам, шавҳарамро ба ҳолаш гузор, оилаамро вайрон накун. ту ба кадом рӯи падари ман меоӣ? рав аз инҷо, дубора ба инҷо наё. ту бо модарат падарамро аз ман дуздидӣ. шабҳо ба ҷои ман сари туро сила кард. нигоҳ кардан наметавонам. чӣ хеле ки манро азият додаӣ. ман ду баробар зиёд фарзандонатро азият медиҳам. кӯдакҳои ту интизори роҳи падар мешаванд. шараф бошад ба писари ман падарӣ мекунад. فریده بیدار شو. فریده تو چرا در اینجا خواب کردی؟ یاسین خواست که اینجا خواب کنم، ترسیده است و من هم خواب کردم. شش تو به فکرم خوابی بدی دی. آواز تو به خونه دیگر می اومد. حاضر من رفته با تو آب می بیارم. دخترم این کیف رو چرا تو با این دم نگاه میداری؟ با پرتو گاه بی پرتو. چی گپ است؟ پسرم اگر مادرت کمی خاطر داشته باشد این کیف رو از خانه ببر. هر وقت این رو میبینم اصلا ویران میشود. مایلش من درکش رو میابم. من با کار میروم و کسی نهاری تیار نمیکند. همین خیر رفتار میکنید. دخترم 40 مرتبه گفتم اول شوهرت رو با کار گسل بکن، بعدن خانت رو به ترتیب میبر. شد تمام، حاضر گسل میکنم. بیا پسرم، از اونی که من میگویم تیار کنم بهتر است. زهر و زخم بخورید. در گلویتان روس ماند. انشالله خوراک آخرینتان می شود. توبه توبه.
раҳмат очаҷон. хайр имрӯз чӣ кор мекунед? ягон нақша доред? валлоҳ ки ман кор дорам. пас аз наҳорӣ мебароям. фарида ҳам хонаро тоза мекунад. чанд рӯз аст дасташро ба ягон кор назадааст. ба фикри ман имрӯз тозагӣ накунед. ҳавои хуб аст. кӯдакҳоро гирифта ба боғ равед. зудтар равем, хоҳиш мекунам. ба боғ не, ба соҳил меравем. шуд як маротиба ба соҳил, маротиба дигар ба боғ. хоҳиши ҳар зиятаро ба ҷо меоред. хел аъло. дигар ягон масъулияте надоред магар? خانم مگر مسئولیت اساسی مادر خرسند کردن فرزندان نیست؟ میرویم آخه. شیرات رو میرزونی؟ نمیرزونم بیبی جان. چه خیلی خوراک از گولیت گذشته است و دست نمیفهمم. در آن حالتی که من و فرزندت گرسنه هستیم. شرف آش شود پسرم آش. دخترم آب بیار. حاضر. پسرم زود یک قطره چای بنوش. کنی زودتر دخترم. ده. ما شرف این رو نوش. یا پروردگار. باشد شرف پسرم باشد شرف. با تو چی شد؟ خوب هستی؟ کمی دیرتر همان میبراید. خانه در آمده شکمت رو سیخ میکنی. اگر فکر بکنی که با این خط نویسی مسئله رو حل میکنی خطا میکنی. چون لجامت رو به دست میگیرم که راه خلاصی رو نمیابی. به این هم کمی دیرتر با پای خودت دوان دوان میایی. مایلش من کتفم رو گرفته در حال برمیگردم. مادر بیرون انتظار شوید. انتظار شوید. خودتان رو احتیاط کنید. خب مایلش دستت نمیتوانی. انا دستگیر کردم. بچه ها بازی کرده ایستاده؟ بله. در همین خانه زندگی میکنید؟ خانه‌تان رو مقفول کردم. این خونه نیست، قصر است. در قصر شما پینا روزگار زندگی میکند؟ ها بود، لیکن دیگر نیست. پدرم او رو از خونه پیش کردم. دیگر به خونه ما نمیآید. او را نمیخواهیم. راست میگویی؟ یاسین، آمینه زود به اینجا آیید. کی بود اون مرد؟ با شما چی گفت؟ چی گفت با شما؟ از ما پرسید که در خونه شما پینار زندگی میکنه. مگر من به شما نگفته بودم که با بیگانه ها صحبت نکنید؟ دیگر در باره خودمون به هیچ کس چیزی نگویید. معلومات ندهید. خوب؟ رفتیم. اول پدرت رو خبر میگیریم. تلفنش بکنم. از آن زن به تو خیری نیست. مجبور نکن که سخن بگویم. اکا بیاید همین خوتی ها را جا با جا کنیم وگرنه در وقتش به آخر نمیرسونیم. شد آمدم.
аз хона баромадам? шикаматро сер кардӣ? ман аз куҷо донам? овозашон гум шуд, ба фикрам рафтанд. лекин ту ҳам бояд як маротиба хона биёӣ. барои чӣ хона биёям? корам аз мӯи сарам зиёд аст. даромада хӯрокатро хӯр. вақти бо ту гузарондан надорам. шараф, ту маро масхара дорӣ? вақте ки маро аз дар пеш кардӣ, калиди қасрро аз дастам гирифтӣ, фаромӯш кардӣ? калиди дигарро ҳам гум кардам. аз дар баромада наметавонам. шуд, интизор шав. ака, як кор баромад. пас аз ним соат меоям. охир гуфтӣ ки супоришро дарҳол омода кунем. ним соат ака. то ба кай аҳвол чунин давом мекунад? барои ин кор ягон чораи дигар бояд ёбам. шараф! дада! дада! амакҷон! мо омадем, амакҷон! ва ҷиянҳои ман омаданд. магар барои кӯмаки амакатон омадед? бале. янга ба хайр аст? ба боғ рафтанӣ будем. гуфтам аввал шарафро хабар гирем. хуб, хеле хуб кардед. шараф баромада рафт. ба куҷо рафта бошад? ростӣ намедонам. ба фикрам кораш баромад ҳал карда меояд. шумо шинед янга? аз дарун як нӯшокии хунук биёрам. очаҷон каме ин ҷо бимонем, илтимос ба амакам кӯмак мекунем. майдаш, то омадани падарат инҷо меистӣ. марҳамат янга, гузашта шинед. чӣ менӯшед? кани бигӯед? оби мева. шуд майлаш, рафта меёрам. ман ҳам кӯмак мекунам. майлаш. кани инҷо бия духтаракам. ҷонакам. ман бо оғои ҳасан вомехӯрам. ту ба кадом тараф меравӣ? пулҳои обу газу қувваи барқро пардохт мекунам. аз ҳамин ҷо ба автобус савор мешавам. майлаш, паноҳат ба худо. худоҳофиз. акнун навбати ман. хуб, марҳамат, гир бозӣ кун. соат 10 шуд, магар ба кор намеравӣ? чӣ буд ки? марг, интизори рафтани ман мебошӣ? имрӯз намеравам. иҷозат гирифтам. мурод! тайёр шав, шуморо тамошо мебарам. каме ҳавои тоза гирем. ура! шербачаи ман! ту писаратро гиру рав, ман рафтан намехоҳам. чӣ хел? нафаҳмидам. аз ту касе пурсид мехоҳӣ ё намехоҳӣ? рав, омода бош. من به تو نگفتم که از نزد خانه افگل دور نشو. چرا آمدی؟ آقای تیمور، حاجت ایستادن نمون. از کودک خبر گیرید نگویند. اصلی کار را از کودک فهمیدم. بینار خانم در آن خانه زندگی نمی کند. از خانه پیش کردند. از مهمان خانه بر آمده است. در خانه افگل نیست. پس این زن کجا شده است؟
شرف گیر کیف رو هم آوردم. تا اومدنی تو ما مردیم از گرسنگی پدرش. اگر به اوزوقا بمونیم احوالمون بد می شود. ما رو فکر نمی کنی؟ پینار گم نزن. ما رو در این مکانی به تیرزه و به هوا ترک کردی. بوی انگیش می کند، بوی بد می کند، نفس کشته نمی شود. از اون می ترسم که فرزندم زهرآلود می گردد. تو در همین جا میستی. اگر نخواهی برآمده رفت. شد خاموش شدم. چی کار کنم اخی؟ دردم رو خالی کرده ایستادم. بغیر تو کسی دیگر ندارم که دردم رو بگویم. از برای الله این احوال رو باید بگویم. شد این سخن رو یک طرف مون. حالا که کسی نامده رفته خوراکت رو خور. ایستا طبقت رام بر. دیگر نفری نیست که اسپاسی تو تازه کند. پسر جانی من یخموز میخوریم به تماشای بحر میرویم. مالش اوه خولای نبوهات خولای نبوهات جان خوش آمدید. کاش خبر میدادید. 2-3 دقیقه دیگر دیر میکردید. ما رو نمیدیدید. پسرم به خانه شما نمی اومدم. یک خشم کمی بالاتر زندگی میکند با اونجا میرم. هیچ گپ نه خولای نبوهات. تو به این محل آمده اید. تو قهوه ما رو ننوشید. نمیگذارم. همین خینه لیلو. البته مرحمت. پسرم من شما رو از راه نگردونم. کودک انتظار است. نه هرگز این خیل نمیشود. بیایید مرحمت. نه پسرم. بیایید رفتیم. مرحمت. مایلش نباشد. بیایید لیلو. کنی شیر بچه من بیا. آفرین آفرین. دیگرش رو هم بده. تو هم کارگر شده ای. آفرین شیر بچه من. تو اینجا انتظار شدم من باز می آورم. مالا شما جو ینگه اگر خواهید من به شرف تلفن کنم. نه زن نزن انتظار می شویم. مقصد کودک ها هوای تازه گیرن. مایلش. مادر صبح بخیر. در بیرون هستم. کودک رو تماشا برآوردم. فریده من یاسمن رو میپرسیدم چند روز است که نمی آید. خواطر شدم تو او را باری دیدی؟ صبح گذشته با ما بود. نهاری کردیم. دیروز به خونه عقد نکاح رفتند. حجت های لازمه رو آماده دارند. نصیب باشد تمام که کردن آیله دار می شوند. چی؟ حجت ها رو آماده دارند؟ توبه قیامت می شود بگو. آقای مدحت شنود دنیا را به سر ما چپه می کند. مادر التماس به کسی نگویید. از زبانی ما شنود خفه می شود. خواطر مباش البته که نمی گویم. شد تمام تا دیدن. دخترم چی شد به تو؟ اوچه؟ ایست دخترم خسته شدی؟ کاش تو چرخم رو میگرفتم در بوغ میروندم. اوچه جون خوش میکنم رفته بیارید. خوش میکنم. شد مایدش دخترم مایدش. رفتم میارم لیکن از پیش چشمونی امکه دور نشو. خوب؟ مایلش یاشر شد مایلش ینگه خواطر نشوید. فکر هم نکنید. اصل چه؟ دوچرخه خواستی؟ شد تمام اینجا انتظار شو. مالش کنی بیا شیر بچه. از اونجا بگیر. این رو هم محکم میکنیم. گروس نموندیم. پینار زود بخور کار دارم. با گلخانه برمیگردم. تو انتظار من شو. کلیتو رو به من ده. کاری من تمام که شود در رو محکم میکنم. ای خدا خیلی زیرک هستی.
من تا تو را به انبار جا نکنم به هیچ کجا نمیروم. یگان نفری روزانه به ناگاه ندارد. تو دیوانه شدی مگر؟ روزی در روز مرا در یک مکانی تاریک چگونه محکم میکنی؟ تیرزه هم ندارد. اگر یگان چی شود، اگر بیرون برآمدنی شوم. پینار اگر خواهی رو تو را در اینجا مجبور نگاه نمیدارم. حتی رفتن را میخواهم. تو این را میدانی؟ طبق قرص قدر رو بیشو باز آماده چیزی یافت نکنن. ای شکست. حاجت به شستن هم نموند. پینار تو برقص میکنی همین خیل نه؟ تیز جمع کن. نگفتن نماند. اگر که دستگیر شوی تو خودت آمده ای و در انبار جا گرفتی. مایلش دلیل نمیگذاریم. در این کار همراه ندارم. زود برو. زود شد مایلش. اما به من بعضی چیزها لازم است. مادامی که خودم برآمده گرفته نمیتونم. تو رفته گیر بگاه که آمدی میاری. چی میخوایی؟ پینار تمام نشد؟ مجله مود احتیاج همین است؟ حتی در خط اول در انبار یک ساعت چین تو خودت بد میفهمی. روزی دراز از بکار نشستن دیوانه میشوم. هیچ نباشد با مجله وقت میگذرونم. تمام. برو.